افرادی که احساس می‌کردیم ممکنه چیز ارزشمندی باشون باشه صداشون می‌کردیم، به بهونه بازرسی کیفشون نگاه می‌کردیم، اگر چیزی داشت مینداختیم تو ماشین. حاجی قدیما اگه به یکی میگفتی گدا ناراحت میشد، یعنی گدا یه زمانی فحش بود، الان یه سبک ویژه برای کسب درآمده. نه میگم درشن یارو کنه. نه اول پس. روزی چقدر کار میکنی اینا؟ ولی ای گیر بدن نمیتونم، گیر ندن 7 تومن. روزی 7 تومن؟ آره. با قرآن دکتری اندازه تو کار نمیکنه. من دارم الان 2 ماه سوپر مامی میگیرم. سوپر مامی؟ 2 تا هم زن داری درسته؟ نه با 2 دختر دارم. 2 دختر داری؟ روزی 7 تومن کار میکنی آره؟ خدا خیر بده. نه اگه ندارم. ماشاءالله. دیگه تو کیف خودش. کجا دیدمت؟ آره. کجا دیدمت؟ ما تو رحمجانی. سلام خوشگلای طبیعی عمو، حالتون چطوره؟ ردیف و رو به راهین؟ هوا یه جوریه انگار داریم برعکس به تابستون برمیگردیم، هنوز گرم لامصب بس دیگه. بریم سراغ خبر مبرا ببینیم اوضاع از چه قراره. لایک و بکوب پای کار و ویدیومونو برای دوستاتم بفرست، مخصوصا اونی که دنگشون نمیده. پیرزن 70 ساله افغانی یه وزه که توی قم تیم سرقت تشکیل داده و آدمایی که میرفتن حرم و جیبشونو میزدن. تیم 5 نفره‌ای که مدت‌ها زیر نظر پلیسن و جیب بری میکنن، اونم خیلی شیک و مجلسی. زمانی که ایشون دستگیر میشه خودشو به قش و مریضی میزنه. روایت پیرزن 70 ساله غیر ایرانی که مغز متفکر یک باند سرقت بود. این پیرزن 70 سالشه. کار میکرده؟ ترددهای متعددی به داخل کشور داشته. بیشتر سرقتاش اطراف حرم بوده. با یه تشکیل یه تیم 5 نفره که 2 تاش آقا هن که ملازمی فرمایید و 3 تاش هم خانم هن با خودش می اومدن نزدیک می شدن به این خانم ها، جیبشونو می زدن، کیفشونو می زدن، موبایلشونو می زدن. حتی ازش مستند داریم که جیب آقای ایرانی رو هم زده. اینا 50 فقر سرقت فقط توی 1 هفته در قم انجام دادن که اینا رو از لحظه اولی که اولین سرقت رو انجام دادن ما مستندات اینا رو در آوردیم از سطح حوزه و شناسایی شدن. از زمانی هم که اینا دستگیر شدن ما 1 فقر سرقت از نوعی که اینا انجام میدادن دیگه نداشت. اینم تصاویرشونه ببین. نگاه الان این خانم وسطی این یکیشونه، اونم این خانمشه. از افغانی و مشکلاتشون داشتیم راحت می شدیم که به سرعت هرچه تمامتر عراقی اومد جاشونو گرفت. بیا وسط دریاچه چیتگر دارن رقص و پایکوبی میکنن. این روزا همه میگن برین طلا بخرین و بهترین و راحت و مطمئن ترین راه برای سرمایه گذاریه. اما این وسط یه سری آدما هستن که طلای تقلبی درست میکنن بدون اینکه حتی طلا فروش بفهمه. طرف بچه شهریاره و طلای تقلبی رو توی رشت با فاکتور قابل استعلام تونسته بفروشه. شگردش چی بود؟ مس و برنج رو با طلای 18 عیار روکش میکرده و براش فاکتور جعلی درست میکرده. شناسایی و انهدام باند فروش طلای تقلبی در رشت و شکایت تعدادی از صاحبان واحدهای صنفی طلافروشی در بازار رشت مبنی بر توزیع انواع مصنوعات تقلبی طلا در سطح این شهرستان. یه خانمی وارد مغازه ما شدن به عنوان فروش و تعویض طلا. ما گفتیم ما تعویض انجام میدیم. بنده خدا اومدن طلایی رو انتخاب کردن و ما طبق فاکتوری که از ایشون گرفتیم فاکتور رو با طلاشون مطابقت دادیم، دیدیم درسته. حتی وزن فاکتور، قیمت اون روز طلایی که در فاکتور نوشته بود از سایت خودمون استعلام گرفتیم، دیدیم درسته. کل فاکتور همه چیزش درست بود. طلاشو مارک زدیم، با فاکتورش مطابقت دادیم، اسمش رو چون باید به حسابش پول میزدیم ما به تفاوتشو، اسمش هم دیدیم با خودش یکیه. شما تماس گرفتیم، شما تماس خودش هم داده. طلا که مارک زدیم روی محک مون تو آزمایش اولیه طلا نشون داد. اومدیم رفتیم طلا رو ذوب بکنیم، در حین ذوب متوجه شدیم این روکشش طلا. حالا تو این مجموعه هم فاکتورش درست بوده، وزن حتی گوشواره، وزن دستبند با وزن فاکتور دقیق درست. استعلام گرفتن از اتحادیه تهران، گفتن چنین فاکتوری وجود نداره، چنین گالری کلا وجود نداره، پروانه کسب هم نداشتن. سریعا اقدام کردند و ما هم با دوستان عزیز نیروی انتظامی هماهنگ کردیم و شکایت ها رو نوشتیم. ایشون هم به شدت پیگیری کردن. با ورود پلیس به این پرونده و تلاش ماموران انتظامی، اعضای این باند کلاهبرداری دستگیر شدند. به وسیله فاکتورهای جعلی، ظاهر فاکتور درست بود،
اما عملاً چنین زرگری وجود نداشت در کشور. و شگرد دیگرشون هم این بود که عملاً با کارت ویزیت و پوشش‌های زن و مرد وارد مغازه‌های طلافروشی می‌شدن و به ظاهر اون افراد طلافروش رو در واقع اغوا می‌کردن، فریب می‌دادن. بالغ بر 2 میلیارد تومان کلاهبرداری صورت گرفته. این کلاهبرداری که می‌بینین خیلی باحاله. خیلی قشنگ توضیح میده کارشو. انگار دقیقاً قبلا یه جا نوشته و برای همچین روزی حفظش کرده. نمیدونم اسمش سارق کلاهبرداره. خودتون بشنوین چیکار میکرده؟ سرقت‌های ما ترکیبی بود، یعنی از افراد مسن استفاده میکردیم برای سرقت مدارکشون و کارت‌های شناساییشون. هنگامی که این کارو میکردیم از طریق همین کارت‌ها، از طریق همین آبربانک‌ها میرفتیم منازلی که توی تهران به صورت یه روزه اجاره میدادن، ما اونا رو با همون مدارک اجاره میکردیم و اموال اونجا رو سریعا به سرقت میبردیم و همون اموال رو داخل سایت دیوار برای فروش میذاشتیم. همون وسایلی که ما میذاشتیم تو سایت دیوار به صورت پیش پرداخت یا بیانیه ازشون پول میگرفتیم و بهشون جنسی تحویل نمیدادیم. چندین بار این کارو میکردیم، بعد اون جنس رو به فروش میرسوندیم. ببین چقدر خوب توضیح داد. اینا چی میگن؟ این خانم وکیل یا چی؟ میخوام شوهرم خیانت کنم ولی نمیخوام گیر بیفتم. کارت که خیلی زشته ولی راهشو بهت میگم. اول از همه به کسی نگو که شاهدی نداشته باشی. دوم با خط موبایلی که به نام خودت نیست باهاش ارتباط بگیر. سوم اگه گیر افتادی هیچ جوره گردن نگیر. اگه تونست ثابت کنه چی؟ اگه وکیلت کاربلد نباشه 99 ضرب شلاق و 1 سالم حبس. اگه وکیلم شما باشی چی؟ هیچی. این ویدیو مال دوربین مداربسته یه فروشگاه لوازم آکواریومه که این دو نفر شبانه واردش میشن و 200 میلیون جنس و خیلی شیک و مجلسی میدوزن و تا الان هم ازشون خبری نیست. 4 صبح بعد اومدن یک جنس خاصی رو بردن که مغازه شما دقیقاً چی ارزان آکواریوم و اینها میشه. درست. شغل دیگه هم میشه مصرف کرد. اون جنس تخصصی رو نبردن بیشتر. اون جنسایی که مثلا جاهای دیگه هم میشه مصرف کرد اونا رو سرقت کردن. تخمین زدین چقدر ارزش مالی داشته اموال سرقت شده ازتون؟ حدود تقریبا 140 میلیون تومان. صبح اومدین با چه صحنه‌ای مواجه شدین؟ بعد چیکار کردین؟ دیگه تماس گرفتیم با 110 که اومدن یه گزارش تهیه کردن. فرمودین چند وقت گذشته از این اتفاق؟ حدود 20 روز. این فیلمو تا الان به دوستا همکاراتون نشون نداده بود مغازه‌های اطراف که مثلا بگن این فرد قبلا دیدن اونجا پرسه میزده؟ والا نشون دادیم، حتی توی کانال‌های یا گروه‌هایی هم که مثلا همکارا هستن اونجا هم به اشتراک گذاشتیم ولی نتیجه حاصل نشده. پس شما به کسی شک ندارین؟ یعنی احتمال نمیدین فردی باشه که آشنا باشه؟ نه اینا ببینید مثلا اونجا منطقه یه چیزی هست که میان تا بار اول هم میزن همکارای ما هم اومدن مثلا شیکوندن. یعنی قبلا هم توی اون منطقه این اتفاق افتاده بعد سارقاش بازداشت نشده بودن؟ خیلی اونجا اتفاق میفته. یه سری هستن که معتادا هستن که حتی مثلا اون یه ورق تابلو که هست برای تابلو به اونو مثلا کندن بردن، اومدن موتور کرکره رو کندن بردن. موتورهای کرکره است برای خود ما رو عرض میکنم. هر روز قبلش یکی از همکاران مثلا اومدن یکی تا قفلش شکوندن ولی نتونستن وارد شن. ولی تقریبا شاید چند ماه پیش اومدن یکی دیگه از همکارا رو مثلا بردن، بعد دوباره چند وقت دیگه اومدن به خودش بفروشن، مثلا حالا ایشون فهمیده و یا حالا دادن به کس دیگه اون اومده بفروشه که حالا گرفتنش. ببینید مثلا اونجا ناامنی فراوونه دیگه. میگم یه سری از کارو معتادا هستن که اصلا پاتوقشونه اونجا، یعنی میان بعدن شب تا صبح حالا زمستون باشه آتیش روشن میکنن سلام میکنن، یعنی به هیچ وجه رسیدگی نمیشه. چندین بارم ما زنگ زدیم به کلانتری گفتیم آقایون داداشا آبجیای گلم، این کلاهبرداری که قرار ببینید به جرأت یه نابغه خاصه، کسی که از توی زندان با مؤسسات خیریه تماس میگرفته و خودشو مددکار اجتماعی جا میزده و از همین طریق پول میزده به جیب. مؤسسات خیریه‌ای رو در تهران بزرگ شناسایی می‌کردن و می اومدن با تماس و تلفن ارتباطی رو که از زندان می‌گرفتن با مؤسسات خیریه، چون شماره زندان میافتاد روی اون صفحه مونیتوری که به هر حال یا تلفن همراه بود یا ثابت بود برای خیریه، قبول می‌کردن که این تلفن از زندانه. خودش رو به عنوان یکی از مددکاران اجتماعی رو که در زندان تهران معروف و همه میشناسن اسم ایشون رو
به شکل جلب مطرح میکرد که من فلانی هستم و برای زندانیانی که زیر 20 میلیون تومان محکوم هستند میخوایم اون رو آزاد بکنیم و کار خیرخواهانه انجام میدیم. این نمونه لوحه‌های سپاس و تقدیرنامه‌هایی هستش که برای متولیان خیریه ها درست میکرده. به این شکل امضاها جعلی هستش، مشخصات جعلیه، ولی خودش اومد اینو طراحی کرد. این هم مثلا یه نمونه دیگه هستش که اسم نفر رو بیاد مینویسه، متن آماده داشته، امضا و این برگه ها و اوراق زندانی هستش که مشخصات زندانی، یه مشخصات واقعی رو گرفته از یه زندانی که واقعا در زندان هست و خودش هم خبر نداره از این موضوع. اتهامش رو نوشته محکومیت های مالی، خیانت در امانت، ندامتگاه رو مشخص کرده. هم برای خانم‌ها این کار انجام میدن، خانم‌های زندانی، هم برای آقایون این کار انجام میداده. این یه برگ آزادیه که به خاطر اینکه نظر مثبت و مناسبی از خیریه دریافت بکنه، بعد از اینکه پول رو دریافت کرده به حسابش واریز شده، فردای اون روز میاد برگه آزادی زندانی رو در فضای مجازی برای صاحب خیریه میفرسته و ادعا میکنه که بله شما 20 میلیون تومانی که کمک کردید ایشون آزاد شد. خلاصش اینه که از خیریه پول میگرفته به اسم مددکار که زندانی آزاد کنه، ولی پولو میذاشته تو جیب خودش. من دیگه حرفی ندارم. اینم یه تیم مأمورنما. همین کچل بی‌قواره خودشو جای پلیس جا میزده و از مردم باج میگرفته. وقتی هم بهش شک میکردن و ازش کارت میخواستن فرار میکرده و میرفته. اونی که کارشناسی میخواستن فرار میکردیم دیگه. از این 30 نفر چند نفرشون از شما کارت شناسایی خواستن؟ خب اونی که کارشناسی میخواستن فرار میکردیم دیگه. تحت عنوان مأمور این کارو میکردین؟ افرادی که احساس میکردیم ممکنه چیز ارزشمندی باشون باشه صداشون میکردیم، به بهونه بازرسی کیفشون نگاه میکردیم، اگر چیزی داشت مینداختیم تو ماشین، اگه متوجه میشد که میدادیم بهش، اگر نه متواری میشدیم. پس هر کی از شما کارت شناسایی میخواست شما فرار میکردید؟ اگه مثلا چیزی میکردم خب نمیتونستیم وایسیم، چون پلیس که نبودیم که، لباس شخصی بودیم، باور نمی‌کردم مجبور شدیم بریم متواری شیم. خودتون رو چی معرفی می‌کردین؟ معمولا چیزی نمیگفتیم، میگفتیم پلیسه. راز سرقت از بچه‌های شمال شهر چیه؟ اینو باید از زبان سارق شنید. این دوتا پلشت دوزاری دلایل عجیبی دارن برای سرقتاشون. دیدن این بخش از ویدیو برای همین واجبه. یه چیزی راجع به تعمیرکارای موبایل هم میگه، چون خودش چند سال توی کار تعمیر موبایل بوده و به راحتی گوشی‌های سرقتی رو میفروخته. بخاطر اینکه همسن و ساله خودمون راحت‌تر میترسن و نیاز به زور گفتن و زورگیری و اینا نبودش، یه موتور که رفیقامون قرض کرده بودیم با همون میرفتیم شب سمت میرداماد، قلهک، بنک، میشن مناطق رو به بالا، بیشتر مرکز رو به بالا، گوشه ازشون میگرفت میقاپیدیم یا مثلا میگفتیم آقا گوشت رو بده رد کن بیاد. خب چرا بچه‌ها رو انتخاب می‌کردی؟ الان داری میگی راحت‌تر بود، ولی واقعا دلت براشون نمیسوخت؟ خب اونا دلشون برای پولی که پدر مادرشون با اون سختی در میارن نمیسوزه دیگه، قدر چیزی که دارن رو نمیدونم، ما به خاطر اونا رو انتخاب کردیم. واقعا سوژات به خاطر همین انتخاب شدن؟ دقیقاً به خاطر همین. خودم 25 سالم. برادر خواهر داری؟ ناتنی دوتا. حالا ناتنی اگر برای اونا اتفاق بیفته تو چه حسش؟ رفتن گوششون اگه من حتی خودم ارزش چیزی که دارم و ندونم طبیعت ازم میگیره، چه برسه به یه نفر مثل خودم. ولی این حرف شماست که میگه ارزششون نمیدونم. ببین شما رفتی سرقت کردی. شما کجا میدونین پدر مادر چجوری پول در آورد اون گوشه برام بچه‌ها خرید؟ پدر مادر بالاخره هر جایی هم در آوردش به سختی در آورده دیگه. شما اصلا بگو پدر مادرش میلیاردر باشه. شما پدر مادر براتون کار نکردن؟ من برام هیچ کاری نکردن خیر. چون پدر مادر خودت هیچ کار نکردن اینجوری سوژن کار کردن. شاید چند فقره سرقت انجام دادی؟ نزدیک به 50 تا. 50 تا. گوشی‌ها رو چیکار می‌کردی؟ گوشی‌ها رو میفروختم به مالخر. چقدر درآوردی از این رو؟ مبلغ دقیقش رو نمیدونم، ولی بوده از گوشی 2 میلیون تومانی تا گوشی 70 تومانی. گوشی‌های خاصی رو سرقت می‌کردی یا هر گوشی بود رو سرقت می‌کردی؟ گوشی ضعیف اگه بود که سرقت نمی‌کردم، میدادم بهش میگفتم برو تازه اگه یعنی اگه می‌دیدی مدل گوشی پایینه پس می‌دادی می‌رفتی سراغ یه نفر دیگه؟ همدستت کجا می‌شناسی؟ بچه محلمونم با هم دیگه می‌رفتین؟ پشت موتوریشون میشستش من میقاپیدم. ایشون پشت موتور راننده بوده یعنی بله. شما می‌خواد کدوم خیابونای تهران؟ ولیعصر، میرداماد، یوسف آباد، ونک، قلهک. یعنی منطقه شمالی در مناطق بیشتر شمالی. سابقه داری؟ سابقه خیر، اولین سابقه. شما چی آقا؟ شما سابقه نداری؟ چی شد که فکر این کار زد به سرتون؟ بیپولی. دقیقاً بیپولی. به راحتی طلبی. چرا من خودم کارم تعمیرات موبایل بوده. آها، یعنی در واقع میدونستی که چی رو سرقت کنی که بتونی ازش پول در بیاری. 12 سال کار موبایل انجام دادم. خب پس چرا دزدی کردی؟ فقط به خاطر اینکه پول بیشتر در بیاری؟ به خاطر اینکه راحت‌تر پول به دست بیارم و میدونی کار تعمیراتم یه نوع دزدی حساب میشه. مشمول به مردم دروغ بگیم تا ازشون پول بگیریم.
البته همه تعمیرکارا اینجوری نیستن. 98% همینطورین. 12 سال من کارم. شما میدونستین این گوشی‌ها که سرقت می‌کنید رو می‌فروشید میرن از خارج از کشور؟ بله. یعنی میدونستید دارید به کی مال خراتون از کجا میشناختین؟ 12 سال کارم موبایل بوده. یعنی کجا می‌فروختید؟ کدوم منطقه؟ ویدیومون رو با سرقت همزمان 9 تا خونه توی یک کوچه تموم می‌کنیم. یه تعداد سارق که از پنجره وارد خونه مردم می‌شدن. طرف 20 سالشه، از اندیمشک اومده و همشریاش هم آورده. به نظر شما چی شد که طرف توی 20 سالگی تصمیم گرفته بیاد تهران و بره سراغ سرقت؟ سلام عرض می‌کنیم. از اندیمشک اومدیم، میرفتیم توی کوچه 3 نفر میمون سر خیابون و او 4 نفرم دو به دو خونه که میشد سرقت کنیم سرقت می‌کردیم. اغلب کرایه می‌کردن و همراه همدستاشون مراجعه می‌کردن داخل سطح شهر تهران و با شناسایی منازلی که میتونستن سرقت کنن با شگرد پنجره روی 4 نفرشون ورود پیدا میکردن، طلاها و اشیایی که قابل سرقت رو سرقت میکردن و همدستاشون که پایین منتظرشون بودن و همراه موتور تحویل میدادن، مراجعه میکردن مجددا خونه‌های بند. 7 نفرن که از شهرهای جنوبی مراجعه میکنن به تهران و تو سطح وسیع هم سرقت میکنن. معمولا تو یک کوچه که میزنن به یک کوچه 3-4 تا خونه رو سرقت میکنن. تا الان هم به 35 فقط سرقت اعتراف کردن. اموال ازشون کشف شده جناب سرهنگ؟ مقدار زیادی اموال کشف شده. ارزش ریالیشون چقدر بوده؟ تقریبا فکر میکنم بالای 200-300 میلیارد سرقت کردن. خونه رو چطور شناسایی می‌کردن؟ به هر خونه‌ای که مراجعه میکنن زنگو میزنن، اگه پاسخی نشنون به اون خونه اقدام به سرقت. شیوه سرقتشون چجوری بوده؟ پنجره روی میکنن. بیشتر در کدوم منطقه تهران اینها معمولا حوزه منطقه سوم تا الان اعتراف کردن. چرا این مدل از سرقت به ذهنت رسید؟ چی شد که اینجوری رو انتخاب کردی؟ تو 20 سالگی یه نیاز داشت. چرا اصلا از شهر دیگه اومدی به تهران؟ چرا سوژات رو تو تهران انتخاب کردی؟ همدستات از کجا میشناسی؟ همه همشهریام. یعنی همه با هم اومدین تهران؟ بعد این اموالو چیکار می‌کردی؟ مال خرج از کجا میشناختی؟ مال خرج چی بود؟ کلا مواد فروخت. شیوه شگر سرقت نمیدونم کیه. توضیح بده. 3 نفر میمون سر خیابون 4 نفر رفتیم دو به دو اونا که میشه سرقت کنیم سرقت کردیم. بیشتر چه ساعتی از روز این سرقت رو انجام میدادین؟ غروب. چرا غروب؟ چون اگه میرفتی داخل خونه میدیدی صابخونه داخلی چیکار میکردی؟ با خودت سلاح همراه داشتی؟ نه هیچی همراهتون نمیبردی؟ یعنی با دوستات قرار گذاشتی از شهرستان بیاین تهران سرقت کنی نه برای کار؟ چه خونه‌ای رو برای سرقت انتخاب میکردین؟ بله؟ چه خونه‌ای رو برای سرقت انتخاب میکردین؟ هر کدوم که راه داشت. راه داشت یعنی چی؟ یعنی میتونستی سرقت کنی. بیشترین اموالی که سرقت کردی چیا بوده؟ چیا دزدیدی؟ چون با موتور میرفتین دیگه، با ماشین که نمیرفتین. چیا رو سرقت میکردی که بتونی با موتور ببریشون؟ طلا و بیشتر طلا و ارز سرقت میکردین، درسته؟ دوست نفهم بیگونه اما الان شما وارد منزل شدی، اول سراغ چه اتاقی میرفتین؟ اتاق هر کجا رو بیشتر میگشتین؟ تو اتاق. چطور وارد منازل میشدین؟ از طریق پنجره. اون پنجره هایی که رفتین حفاظ نداشتن؟ نه. طبقه چندم انتخاب میکردی همیشه؟ از اول. طبقه هم. بیشترین سرقتی که تو یه روز انجام دادین چند فقره بوده؟ شنیدم توی کوچه 9 تا فقره سرقت انجام دادی. 2 فقره. چرا فرمایی توی خیابون 9 تا سرقت همزمان انجام دادی؟ توی کوچه 9 فقره سرقت کردیم. کوچه 9 فقره سرقت کردیم. همیشه با هم 7 نفر میرفتین و میومدین؟ چند تا کامنت بخونیم و بریم پی زندگیمون. عمو جواد نیکبخش برامون نوشته سلام عمو، خدایی که پرچم داری. فدای تو عمو جواد. آقا قاسم عسکرپور برامون نوشته بهترینی جریده. فدات قاسم جون. عمو ایمان زنگنه برامون نوشته عشقی. خودت عشقی ایمان جون. علیرضا مهری ازمون تشکر کرده و یار وفادار قدیمی ماست. دمت گرم علیرضا جون. آقا ما دیگه بریم، مراقب خودتون و زیباییاتون باشین. عمو عاشقتونه.